الحمد لله رب العالمين الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیش از آنی که موعظه امروزه را آغاز کنیم، اولا از پروردگار مسئلت داریم که خدای مهربان امروزه عبادت هایی که این بندگان تو انجام میدهند اگر چندی که از سهو و از غلط و از نقصان خالی نیست، خدایا به درگاهت قبول بگردان. و خدای مهربان در هر یک قدم هایی که به سوی این خانه خودت نهادیم، خدایا در قدم های ما حسنات کتابت بفرما و همه آن لغزش و سهوی که از ما بندگان تو در حالت نافهمی و نادانی سر میزند، خدایا در هر قدم ما آنها را کوره بگردان. و خدایا به آن نیت هایی که به این خانه تو آمده موافق نیتمان مکافات نصیبمان بگردان. و خدایا گذشتگان من رحمت و مغفرت بگردان، بیماری هامون شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردان. و تمام مسافرانی که از جانب ما بیرون از این شهر، بیرون از خاندان هستند، خدایا صحت و سلامت به خاندان برسان. و خدایا این جمهوری تاجیکستان ما را آباد بگردان، صلح، امنیت، یکدیگر فهمی را شعار این مردم تاجیکستان بگردان. و خدایا رهبر دولت ما را عمر دراز و تنی صحت و خاطر جمع و از همه آفت ها خدایا در حفظ و امانت نگه بدار. آمین و رب العالمین. جمعه گذشته چگونه که به همه ما و شما معلوم است و چی دو جمعه دیگر پیش، یعنی جمع 3 جمعه، ما در اطراف 5 صفت مؤمن صحبت کردیم که همگی در این 3 جمعه ما توانستیم که از 3 صفت او، از 3 نشانه مؤمن درکدار شویم که این صفت مؤمن را الله در سوره انفال برای همه ما و شما خبر داد: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. یکم نشانه که ما در اطراف او صحبت داشتیم این بود که باید مؤمن کسی هست که دل ترسننده از خوف پروردگار داشته باشد. در هر یک حالت، در هر یک زمان باید پروردگار را حاضر و ناظر بداند. این یک صفت بود. دوم صفت مؤمن: و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. دوم صفت مؤمن این بود که هر وقتایی که در نزد اونها امرهای پروردگار خوانده شود، هر وقتایی که در نزد اونها امر معروف و نهی منکر کرده شود، باید که ایمان اونها زیاده شود، باید وقتی اونها خوش شود. دویم صفت.
و علی ربهم یتوکلون. سوم صفتی که در اطراف آن نیز صحبت داشتیم این بود که باید مؤمن توکل کننده به سوی پروردگار باشد. الحمدلله که ما در اطراف این سه صفت مؤمن صحبت داشتیم. الحال میخواهم در این جمعه دو صفت دیگری او را برای شما صحبت داشته باشم. با این جمعه آینده خدا خواسته باشد خیلی سوالهای زیادی که هست جواب اونها را من بگردانم. چهارم صفت این چی بود؟ الذين يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. چهارم صفت این بود که مؤمن باید که نماز خواند، نماز داشته باشد. پنجم از مالی که الله بر او داده است باید که نفقه کند. میخواهم در اطراف این دو صفتی که آخری از این صفت هاست، یکی نماز خواندن، یکی نفقه خیر احسان است، صحبت داشته باشم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم و اولئك هم المفلحون. در هر جایی که در قرآن نماز که می آید از پس او صدقات ذکر می شود. الله در این آغاز قرآن که سوره بقره هست برای تمام بندگان خود می گوید الف لام میم. این حروف مقطوعه هست. الف لام میم قرطبی میگوید که این حروف های مقطوعه هست و این سیر الهی هست در قرآن. کسی از این سیر درک ندارد که الف لام میم چی معنی دارد. ذلك الكتاب لا ریب فیه. الله میگوید این کتابی هست که هیچ شبهه و شکی نیست که این از نزد پروردگار نازل شده است. هدی للمتقین. لکن این کتاب قرآن فقط راهنمایی میکند کسی را که از خدا میترسد، متقیان را. متقیان را مفسرای قرآن یا که گویم دوام آیت باز معین میکند که متقی 4 صفت دارد. یکم صفت این است که ایمان به غیب دارند. الذين يؤمنون بالغیب، کسانی هستند که به غیب باوری دارند. غیب چیست؟ به قبر، به زنده شدن بعد از مردن، به بهشت، به دوزخ، به روز قیامت. کسانی که باوری دارند این یک نشانه آدم متقی است. دوم صفتی که متقیان دارد این است که نماز میخواند، نماز خوان هست. سوم صفت متقی و مما رزقناهم ينفقون. از آن چیزی که برای اونها از مال دنیا دادیم اونها نفقه میکنند. چهارم صفت متقی این است که به قرآن و به آن کتاب هایی که پیش از قرآن آمده است و بر روز قیامت ایمان دارد. 4 صفت متقی. لیکن برای ما و شما امروز موضوع ما و شما این است که کسانی که نماز میخوانند و کسانی که خیر احسان میکنند این صفت 4 و 5 مؤمن است.
که این اولی آغاز قرآن از سوره بقره هم اینها را خبر داد که کسانی که نماز میخوانند و کسانی که خیر احسان میکنند، در دوام آیت الله چی گفت؟ اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. کسی نماز میخواند، کسی از مال دادگی پروردگار خیر احسان میکند، اینها هدایت یافته شده از طرف پروردگارند و اینا پروردگار میگوید اولئک هم المفلحون، اینها در نزد پروردگارشان نجات یافتند، از عذاب پروردگار خلاص شدند. کسانی که نماز میخوانند، کسانی که خیر احسان میکنند. اگر ما و شما باز مراجعت در سوره بقره کنیم، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله میگوید کسی ایمان آورد، کسی عمل صالح کرد، کسی نماز خواند، کسی خیر احسان کرد، نزد پروردگار اجر یافت و بر آنها خبر دید که غمگین نباشند و بر آنها خبر دید که هیچ ترسی نداشته باشند که برای این گونه بندگان الله راحت را آماده کرده است. چهارم و پنجم صفت مؤمن من یک جایه برای شما تحلیل دارم. کسی که نماز میخواند، کسی که صدقه میکند، این صفت چهارم و پنجم مؤمن است. مؤمن باید که این صفت ها را داشته باشد. ما در اول صحبت ها گفته بودیم اگر در کدام مؤمنه که این 5 صفت یکی یافت نشود، وی باید حرکت کند که این برقرار کند و الا در ایمانش نقص و در ایمانش کمبودی هست. مؤمنیش مؤمنی تام نیست، مؤمنی کامل نیست. می آییم باز به قرآن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ما در 2 آیت اول بشارت بود برای کسانی که نماز میخوانند، برای کسانی که از مالشان خیر احسان جدا میکنند بشارت بود که غمگین نباشید، پروا نکنید که الله شما را در راحتش شامل میگرداند. لیکن این آیت چی میگوید؟ این آیتی که الحال تلاوت کردم میگوید روز قیامت پروردگار وقتی دوزخی ها را در دوزخ جا میکند، وقتی بهشتی ها را در بهشت جای میکند، یک پرده را از بین میبردارد که بهشتی ها دوزخی ها را میبینند. دوزخی ها را میبینند. چگونه ای که امروز ما تلویزیون میگذاریم و دنیا را تماشا میکنیم که در دنیا چی موضوع ها و چی حادثه ها و چی خبرها وجود دارد، خداوند برای بهشتیان چنان منظره را برپا میکند که شما دوزخی ها را تماشا کنید. وقتی دوزخی ها را ما تماشا میکنیم، بهشتی ها وقتی میبینیم، بعداً بهشتی ها دوزخی ها را سوال میکنند. چی سوال میکنند؟ ما سلککم فی سقر. ای انسان، ای برادر اسلامی، چرا که تو امروز وارد دوزخ شدی؟ آخر ما در بهشت هستیم، این راحت های بهشت ما را مفتون کرد، چرا که تو وارد دوزخ شدی؟ دوزخی ها در سخن می درآیند و به سوی بهشتی ها چی می گویند؟ ما کسانی بودیم که ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. ما در دنیا نماز نمی خواندیم، ما از جمله کسانی بودیم که نامان مؤمن بود، نامان مسلمان بود، پدر و بابیم همه نماز خوان بود، لیکن خودم از نماز دور بودم،
خودم به نماز ذوق نداشتم، خودم به نماز اهمیت و تکیه هم نمی کردم. امروز بی نماز از دنیا گذشتم، خداوند با سبب بی نمازی مرا وارد دوزخ کرد. اینا قرآن حکایت دارد. ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. باز میگویند باز با سبب این که ما بی نماز بودیم باز چی داشتیم؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین. کسانی بودیم که دولت داشتیم، مال داشتیم، شرایطای خیلی خوب داشتیم، لیکن مسکین ها و بیچاره ها را یاردم نمی کردیم. از مال هامان برای اونها حصه جدا نمی کردیم. هر چی که استفاده می بردیم برای جان خودمان استفاده می بردیم. ما از گروه انا همین طایفه بودیم. از این خاطر الله ما را به سبب بینمازی و به سببی که از مال ما نه حق زکات داشتیم، نه حق یک برادر یاردم کردن داشتیم، خداوند امروز ما را وارد دوزخ کرد. برادر عزیز، ما در اطراف بینمازی خیلی صحبت های زیاد داشتیم، لیکن باز امروز ساعتش آمد، باز امروز برای باز شما را خاطر رسان کردن. من میگویم که خداوند در قرآن در سوره مؤمنون میگوید والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یریثون الفردوس هم فیها خالدون. بهترین بشارت است برادرایی که بی نماز هستند، برادرایی که از این نعمت نماز دور هستند. شاید این سخن من به گوش اونها رسد. اونها گوش دارند که الله چی میگوید؟ والذین هم علی صلواتهم یحافظون. آن کسانی که 5 وقت نماز ادا میکنند، آن کسانی که وقتی نماز میشود بی طاقت میشوند، آن کسانی که ذوق و شوق در نماز دارند. نمیگویند که لباسم بی نماز است، نمیگوید که در کار دولتی مشغول هستم، نمیگوید که در فلان کار احتیاج دارم و وقتی نماز میگذراند، نمیگوید، بلکه وقتی نماز که شد، نماز که خواند، الله میگوید اولئک هم الوارثون. کسانی که 5 وقت نماز حریص هستند، کسانی که زنی نمازخوان دارند، کسی دختری نمازخوان دارد، کسی که نبیره های نمازخوان دارد، کسی کلین های نمازخوان دارد، الله میگوید اولئک هم الوارثون. اینا حقداران میراثند. میراث میدانی؟ اگر پدرت مرد، مادرت میمرد، برادرت میمرد، تو حق میراث داری. مثال از اون مال و ملک میگیری. اگر مال و ملک زیاد باشد زیاد، کم باشد کم. لیکن الله میگه تو حق میراث داری. ای نمازخوان، الله چی میراث میدهد؟ الذین یریثون الفردوس هم فیها خالدون. الله میگه شما ای نمازخوان ها میراثتان فردوس است، شما فردوس میراث میبرین. فردوس چیست؟ فردوس این یکی از گویم بهترین مکانهای جنت است، از جایی که تمام همون آبهای با لذت جنت از همونجا خارج می شود. جایی هست که بالاش عرش پروردگار است. رسول اکرم میگوید، اینا میگوین فردوس. فردوس نمازخوان ها الله میگوید که میراث میبرند. خوش به حالتان، خوش به حال آن برادری که 5 وقت نماز دارد، خوش به حال آن برادری که هیچ کار دنیایی مانع نمی شود، پیش نماز وی نمی گیرد. پیغمبر خدا را ابوذر غفاری میگوید خرج نبی صلی الله علیه و سلم فی الشتاء والورق یتحافت. بسیار با دقت باشین. آن چیزی را من برای شما میگویم که همه مغز، آن چیزی که گویم همه چیزهای لازمی از قرآن و احادیث های پیغمبر خداست. من برای شما این حدیث ها را جفیده و از هر کتاب برای شما کافته میگویم که تا که شما بیدار شوین، تا که شما با حقیقت این صفت های مؤمن در رسین. ابوذر غفاری میگوید بال رسول اکرم زمستان بود،
همراه من میگوید میدان برآمده. وقتی نگاه میکنیم از درخت‌ها یتحافت ورقها، یعنی همون برگ‌های درخت میریخت. فاخذ بغصن من شجرة فجعل ذلك الورق یتحافت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ابوذر میگوید یک نوده درخت قپیدن که همه برگهاش در زمین ریخت. قال یا ابوذر، ای ابوذر. قلت لبیک یا رسول الله، گفتم لبی ای حبیب خدا، جانم فدای تو باد. چی سخن داری؟ قال ان العبد المسلم لیصلی الصلاة یرید بها وجه الله فتحافت عنه ذنوبه كما تحافت هذا الورق من هذه الشجره. ابوذر غفاری را چی گفت؟ گفت ای ابوذر، گفت اگر بنده مسلمان، آن کسی که دعوای اسلام دارد، آن کسی که دعوای مؤمنی دارد، اگر نماز خواند، 5 وقت نماز قائم دارد، اگر نماز از برای پروردگارش خواند، لوجه الله، برای داناندن نه، برای ریا نه، برای مردم گویند من نماز میخوانم نه، بلکه فقط برای الله خواند، حبیب خدا گفت که فتحافت عنه ذنوبه. گفت برگهای درخت دیدید چگونه ریخت؟ وقتی من نوده درخت قپیدم و لرزانیدم و تمام برگها ریخت، دیدی؟ گفت دیدم. همچنان گفت برای بنده نمازخوان هر زمانی که نماز میخواند گناههای وی مثل برگهای همین درخت میریزد. در وجود شما گناه نمیماند زمانی که شما جای نماز میپرتایین و به سوی پروردگارتان راز میگویین. حبیب خدا گفتند ارأیتم لو ان نهرا بباب احدکم یغسل فیه کل یوم 5 مرات هل بقی من درنه شیء. اگر گفت در خاندان یکی از شما بسین باشد، بسین میگویم، یا در خاندان یکی از شما یک دریای گذر داشته باشد، یا به خاندان شما یک جویبار آب میرفتگی باشد، اگر شما گفت رسول اکرم یک روز ده 5 بار در این دریا آبازی کو، هل بقی من درنه شیء، آیا از چرک در بدن تو چیزی باقی میماند؟ فکذلک مثل صلوات الخمس یمحو الله بهن الخطایا. حبیب خدا گفت 5 وقت نماز به منزله 5 بار آبازی کردن در دریاست. چگونه که چرک بدن تو را آب دور میکند، این چونین 5 بار نمازی تو تمام گناه تو را از بر تو شسته نابود میکند. از این در نعمت دیگر چی نعمت است؟ برای چی؟ برای چی امروز بعض برادرها میگن در باب بی نماز حاجی میرزا بسیار برآمدی سختی کردی، بسیار بی نماز تحقیر کردی، برای آن که مرا حدیث رسول اکرم نگذاشت. حبیب خدا گفتن لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه. اشاره کردن حبیب خدا به حاجی میرزا و به غیر تمام حاجی میرزا، به همه مؤمن ها اشاره کرد. ایمان تو کامل نیست تا زمانی که آن چیزی را که برای خود دوست می‌داری برای برادر مسلمان دوست نداری. ما امروز دوست می‌داریم که آن برادران بی نماز ما با نماز باشند. به خاطر چی؟ به خاطر که چگونه راحته که برای نمازخوان پروردگار وعده کرده است، باید بی نماز هم از او راحت ببیند. باید که اون شخصی که امروز دعوای اسلام دارد، مؤمنی دارد، باید که وی هم از راحت جنت برخوردار باشد، باید که وی هم در عذاب نباشد. این است نشانه مؤمنی ما و شما. باید ما غمخوار باشیم، برای خودمان دوست می‌داریم راحت جنت، برای خودمان دوست می‌داریم راحت قبر، باید برای برادرمان دوست داریم. حضرت عباده ابن صامت چی میگوید؟ میگوید اوصان خلیلی ب7 خصال.
حضرت عباده ابن صامت میگوید دوستی من محمد صلی الله علیه و سلم، حبیبی من، معلمی من میگوید مرا 7 نصیحت کرد، 7 نصیحت کرد، 7 وصیت کرد. این وصیت ها را گفت با جان و دل قبول کن، با اینها عمل کن، شرف تو در دنیا و در آخرت می شود. این چی بود؟ یکم نصیحتی که حبیب خدا بر عباده ابن صامت کرد این بود: لا تشرکوا بالله شیئا و این قطعتم او حرقتم او صلبتم. ای عباده، گفت یکم شرک به خدا نیار، شرک بر الله نورز. و این قطعتم، اگر چند تو را پاره پاره کنند، او حرقتم، اگر تو را در آتش اندازند، او صلبتم، یا تو را در دار کشند، شرک در پروردگار نیار. این تأکید رسول اکرم بینید. امروز مردم تاجیک ما را شرکیات، خرافات، بدعت فرا گرفته است. حبیب خدا گفته ایستاده: ای عباده، پاره پاره شدن به گردن بگیر، در آتش پرتافته شدن به گردن بگیر، در دار کشیدن به گردن بگیر، لکن شرک به خدا را به گردن نگیر. زیرا ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شما سوره نساء را تماشا کنین، الله میگوید خدا همه گناه تو را میبخشد. چی گناهی میکنی میبخشم، لیکن شرک به خدا را نمیبخشم، شرک نمیبخشم. حضرت لقمان تماشا کنین در سوره لقمان، به طرف فرزندش چی گفت؟ یا بنیه و هو یعیظه، فرزند من گفت زمانی که بچهش در بالای منبر مردم امر معروف میکرد، گفت لا تشرک بالله ان شرک لظلم عظیم. ای فرزند من گفت شرک به خدا نیار که شرک بسیار یک ظلم وزنین در حق جان توست. برادرای عزیز، ما قریب 3-4 روز شد بین عصر و شام در همین مسجد در باب شرک صحبت دارم، لیکن همه شما را من، کسانی که در این مسجد ما هستند، مخلصان این مسجدند، من سالهای دراز است که در اطراف بدعت، خرافات، شرکیات با شما صحبت دارم و با صحبت هم میکنم. اگر چنده که از این صحبت ها ما رنج میبینیم، ما عذاب میبینیم، لیکن ما بازگشت نداریم. ما باید که این مسئولیت به سمع شما رسانیم. اختیار کنین، خوش به حالتان، اختیار نکنین، وای به حالتان. حضرت بایزید بسطامی وقتی از دنیا گذشتن، کتاب ریاض الناصحین خوانید در باب شرک. میگوید وقتی از دنیا گذشتن مریداش حکایه میکنه که در خواب دیدیمش. گفتیم ای بایزید، الله با تو چی کرد؟ الله با تو چگونه معامله کرد؟ گفت وقتی که بر من ندای شد که ای بایزید، آیا بهترین عمل، بهترین بندگی تا به سوی من پیشنهاد کن. بایزید گفته است ای پروردگار، و این تعد نعمت الله لا تحصوها، آنقدر نعمتی که تو برای من دادی، این عملهای من در برابر نعمت دادگی تو هیچ عمل بندگی پره برای تو کردگی نیستم. لیکن یگانه یک عمل خوب دارم، هیچگاه در عموم شریک در ذات تو نیاوردم، شرک نورزیدم. میگه ندا آمد ای بایزید، تو شب شیر خوردی و با شکم درد مبتلا شدی. وقتی از تو پرسیدن سبب شکم درد چی بود، گفتی از شیر بود. آیا این شرک در خدا نشد؟ آیا این شرک نیست؟ گفت تو وقتی درد از شیر دیدی، درد از الله ندیدی، آیا این شرک در خدا نشد؟ برادرای عزیز، نشستی یا الله گو، از جات خیستی یا الله بگو، خواب میکنی الله گو، خیستی الله بگو. رزق از الله است، همه یاردم از الله است، هستی و نابودی تو از الله است، این به کسی وابسته نیست. شرک در خدا نکن. حضرت تأکید دارد پاره پاره شو، در آتش پرتافته شو، در دار کشیده شو، لیکن شرک بر خدا نیار.
شرک دو ذیل می شود. شرک اکبر داریم، شرک اصغر داریم، شرک کلان و شرک خرد داریم. شرک خردش در سوره کهف اگر نظر کنیم، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. الله میگه اگر کسی خواهش دارد از بندگان من که جمال مرا روز قیامت بیند، باید عملهای صالح کند و تمام عملی که میکند فقط از برای پروردگار کند. بین چی میگه؟ ولا یشرک بعبادت ربه احدا. در عبادت من کسی را شریک نکن. خیر میکنی، برای آن خیر نکن که تو را گویم بسیار سخی هست. نماز میخوانی، برای آن نماز نخوان که بگویند که بسیار جوانی با نماز است. فقط هر معامله‌ای که با الله میکنی فقط از برای خدا کن، زیرا شرک اصغر، شرک خرد این ریا هست. کسی هر عملی را که از برای ریا میکند، یعنی از برای مردم داناندن میکند، اینم شرک است، این در ثواب نمیگیری. لیکن شرک اکبر چیست؟ شرک اکبر کسی که آفتاب عبادت میکند، خدا گفته اعوذ بالله، کسی ستاره را، کسی ماهتاب، کسی بوت در برابر عظمت پروردگارش عبادت میکند، کسی سنگ را عبادت میکند، کسی درخت را عبادت میکند. سنگ و درخت چیست؟ امروز از همون نشانهای سنگ و درخت در مردم ما هست. موره چشمی دارین، یک سنگ، یک موره چشمی در دست کودکاتان کشال، در گردنهای خودتان کشال، در ماشین هایی که سوار میشوین در پیشاتان کشال، چوبه هایی که دارین، چوب توغ میگین، چوب بوغ میگین، فلان میگین، در پیش های برتان کشال. همه یگانه از این چی میبینین شما؟ این چشم دور میکرده است. نه، بنی اسد بسیار یک گویم چشمگیرهای زبردست داشت. اونا میخواستن با چشمهای خودشان حبیب خدا را چشم کنند، لیکن الله محمد محافظت کرد صلی الله علیه و سلم. برای شما نه موره چشمی در کار برادر عزیز، برای شما نه چوی توغ در کار. شما بهترین سپر خوانین این آیتی که الحال خواندم از آخر سوره قلم. شما خوانین سوره اخلاص، شما خوانین سوره قل اعوذ برب الفلق، شما خوانین سوره قل اعوذ برب الناس. چگونه که حبیب خدا در دستش میخواند 3 بار و تمام بدنش مست میکرد. پیش از خواب کردن یا به کوچه برآمدن دیگر نه چشم او را تاثیر میکرد نه سحر به او میرسید. بهترین طبابت است. از شرکیات دور باشه برادرای عزیز. صحبت ما 4م صفت مؤمن این نماز بود که حضرت عباده ابن صامت به 7 خصلت حبیب خدا وصیت کرد. یکمش این بود که شرک در خدا نیار. دوم چی بود؟ دوم ولا تترک الصلاة متعمدین فمن ترکها متعمدا فقد خرج من الملة. حبیب خدا گفت که ای عباده، گفت همین عمرت 50 سال باشد، 60 سال باشد، بچم گفت بی نماز نگرد. هیچگاه گفت عمرت به بی نمازی سپری نکن، زیرا کسی که اگر ترک نماز کرد حبیب خدا گفتن که وای از ملت اسلام خارج می شود. 4م صفت مؤمن بسیار موضوع مهم است. حبیب خدا میگوید موضع الصلاة من الدین که موضع رأس من الجسد. موضع نماز در دین، گفت نقشه نماز در دین اسلام مثل نقشه سر که در جسد چسبیده است، مثل نقشه سر را دارد. آیا همین جسدی که سر نداشته باشد، آیا این جسد به کی در کار است؟ آیا این جسد دیگر چی کار انجام داده میتواند وقتی اگر سر نباشد؟ حبیب خدا میگوید موضع نماز در دین این مثل موضع سر که در جسد است. برادرای عزیز،
روز قیامت وقتی شما جانی دوباره داده می شوید، ببین حبیب خدا میگوید اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاة من عمله الصلاة فمن صلحت فقد افلح و انجح و این فسدت فقد خاب و خسر. روز قیامت اولین سؤالی که بنده را پروردگار میکرده است این بود است که آیا نماز تا خواندی یا نخواندی. اگر انسانی که از سوال و جواب نماز نجات یافت، حبیب خدا گفت فقط افلح و انجح، وی نجات یافت، وی روح بلند شد، وی در راحت پروردگار داخل شد. و این فسدت، لیکن اگر وقتی وی از نماز سوال کردند وی گفت که من گاه خواندم گاه نخواندم، یا کدام وقت خوشم داد خواندم کدام وقت خوشم نداد نخواندم، یا گوید که از سحر تا بیگاه قضا میکردم بیگاهی قضایی میخواندم، فقط خواب و خسر، خار و ذلیل شد این گونه طایفه ها. این از چهارم صفت مؤمن. مؤمن باید نماز داشته باشد، مؤمن باید بی نماز نباشد. برادرای عزیز، حبیب خدا میگوید مفتاح الجنه الصلاة و مفتاح الصلاة الطهور. نماز بی طهارت درست نمی شود. اگر شما آمدن نماز خوانین طهارت نداشته باشین، نمازتان نماز نیست. و حبیب خدا میگوید جنت در دارد و درهای جنت در کلید احتیاج است. کلید آدم جنتی میگوید نماز است. اگر نماز باشد دروازه گشاده می شود، اگر نماز نباشد دروازه گشاده نمی شود. من حافظ علی هؤلاء الصلوات الخمس لم یکتب من الغافلین. اینقدر حدیثی بیشمار در باب نماز رسول اکرم گفتند کسی 5 وقت محافظت میکند، 5 وقت نماز ادا میکند، وی از جمله غافل ها پروردگار نمی نویسد. من حافظ علیها کانت له نورا و برهانا و نجاتا یوم القیامه و من لم یحافظ علیها لم یکن له نورا ولا برهانا ولا نجاتا یوم القیامه و کان یوم القیامه مع فرعون و هامان و ابی ابن خلف. حبیب خدا میگوید کسی 5 وقت نماز ادا میکند، ذوقی در نماز دارد، نماز دوست میدارد، وقتی او را انتظاری میکشد، این کسا گفت هم نجات دارند هم دلیل دارند در روز قیامت. لیکن کسی نماز ندارد، نه نجات دارد، نه برهان دارد، نه دلیل دارد در روز قیامت. بازم این روز قیامت در زیر بیرق فرعون و وزیر او هامان و دشمن رسول اکرم ابی ابن خلف صف میکشند، کسانی که در دنیا نماز ندارند. خداوند در قرآن حضرت ابراهیم به چی وصف میکند؟ رب جعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی. حضرت ابراهیم دعا کرده است ربنا و تقبل دعایی، ای الله دعای مرا قبول کن و مرا از جمله شخصانی بگردان که قائم دارنده نماز باشم و پروردگارا ذریات مرا نماز خوان کن. با این پروردگار تعریف دارد حضرت ابراهیم که ابراهیم میگوید که مرا قائم دارنده نماز بدار و ذریات مرا نماز خوان کن، اولاد اجداد مرا نماز خوان کن. برادرای عزیز، پیغمبر خدا هم برای تمام مردها، برای تمام ما و شما میگوید مروا اولادکم بالصلاة و هم ابناء 7 سنین و ضربوهم و هم ابناء 10. حبیب خدا میگوید هر یک نفر مسلمان باید که فرزندش 7 ساله شد باید امر بر نمازش کند.
اگر مبادایی که 7 سالگی در نماز نخواند و 10 ساله شد برای نماز او را ضرب کند، باید وی الله تقیم کند. امروز خاندان مسلمان ما و شما اگر 10 نفر زندگی کنیم والله اعلم خدا داناست، شاید همون 5 نفرش نمازخوان باشد باقیش بی نماز است، یا شاید 2 نمازخوان دارد، شاید 1 نمازخوان دارد، دیگر همش بی نماز است. این جایز نیست. در خاندان آدم مسلمان باید نفری بی نماز باید نباشد. برای چی من گفتم که حبیب خدا میگوید که ایمان شما کامل نیست تا زمانی که آن چیزی را که برای خودت دوست می‌داری برای برادر مسلمان دوست نداری. تو خودت پدر نمازخوانی، چرا دوست نمی‌داری که عائله تو نمازخوان باشد؟ تو پدر نمازخوانی، چرا دوست نمی‌داری بچه تو نمازخوان باشد، دختری تو نمازخوان باشد؟ کیلون اولادی تو، حالان که تو مسئولی، حالان که تو از بالا اینا باز پرسیده میشوی. باید در خاندان مسلمانی ما و شما بی نماز وجود نداشته باشد، باید همه اونها نمازخوان باشد. شما تصور کنین سحر بامداد وقتی از جاگه خواب میخیزند، هر کدام او آب طهارت میگیرند، هر کدام او جای نماز میپرتایند، هر کدام او خدا میگویند، هر کدام او اللهم اغفر لی ولی والده میگویند. از این در نعمت بلند چیست؟ آخر همه اونها که در حق تو دعاگو هستند، همه اونها برای برکات خانه دعا میکنند، چی جای ضررش است؟ آن چیزی در خاندان تو است همه اونها در ذکر می‌درآیند زمانی که در خانه همه نمازخوان باشد. این از 4م صفت مؤمن. من در اطراف این دیگر صحبت ها پیش داشتم، میتونین که اگر مفصلتر از اونها شما باز خیلی گوییم چیزهای نبشنوین. 5م صفت این نفقه کردن بود از مالی که پروردگار برای شما داده است، در راه خدا صرف کردن است. برادرای عزیز، آن کسانی که امروز صاحب دولتند، صاحب مالند، صاحب گویم پولند، پروردگار برای شما خبر میدهد یا ابن آدم انفق ینفق علیک. ای فرزند آدم، همون پول و مالی که تو در کیسه داری، همون پول و مالی که تو در خانه داری یا در کجایی که باید تو پنهان کردی، همون مال من دادم به تو. اگر باور نکنی چند ساله پیش در نظر کن، تو هیچ بودی، تو بی پول بودی، تو بی مال بودی، ما تو را مالدار کردیم و باز برای تو خبر میدیم که انفق ینفق علیک. از همین مالی که من برای تو دادم تو بخیلی نکن. از این مالی که من برای تو دادم تو این مال در راه پروردگارت صرف کن. ینفق علیک، در عوضش باز مالت میدهم. الله ترا سپارش میدهد که مال تا صرف کن، به معنای اون نیست که تو کم بغل شوی، بلکه به معنای اون است که باز در عوض این مالت باز من برای تو مال میدهم. چگونه ای که صوفی الله یار میگوید در این جا کار، در آن جا نخل بردار، شوی تا سرفراز از فضل غفار. که این رنج تو آخر گنج دارد، با یک احسان عطا 2-5 دارد. با یک قول، با یک احسان 700 عوض بخشد خدا از فضل بی حد. حضرت آیت کریمه را مثل الذی ینفقون اموالهم کمثل حبه انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبه والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. این آیت تعلیل دارد که الله میگوید برای 1 سوم صرف میکردگید 700 سوم میتون. 700 سوم تو از برای الله صرف کن، مسکین ها و بیچاره و فقیر ها و یتیم ها را دستگیری کن. ما برای تو در 1 سوم 700 سوم میدهیم.
حضرت صوفی علیار میگوید در دوام چرا با حق نبستی قرض احسان؟ انسانی که در دنیا مال و ملک تا گذاشتی و خودت سفر کردی رفتی، مال و ملک مان در اینجا. حضرت صوفی علیار به تو خطاب دارد چرا با حق نبستی قرض احسان؟ الله قرض حسنات صدقات به معنای قرض یاد کرد. ان تقرض الله قرضا حسنا یضاعف لكم و یغفر لكم. الله گفت اگر در راه من خیر احسان کنی من مال تو را دوچند میکنم، باز گناهات مغفرت میکنم. صوفی علیار میگه چرا با خداوند در دنیا معامله نکردی؟ چرا با پروردگار در دنیا تجارت نکردی؟ چرا این مالی که الله بر تو داد تو در راه الله صرفش نکردی؟ چرا با حق نبستی قرض احسان؟ ببینی تا به فردا جود سبحان. تو اگر این روز این خیر احسان میکردی، این جوانمردی که تو در دنیا میکردی، انا حضرت میگوید با یک صیغه تعجب میگوید که تو در قیامت میدیدی که جوانمردی پروردگار چگونه هست. اگر تو در دنیا جوانمردی میکردی، اگر در دنیا ممسکی و بخیلی را پیشه نمیگرفتی، تو جوانمردی را در قیامت میدیدی که خود و دیگر حیرت میماندی. چرا با حق نبستی قرض احسان؟ ببینی تا به فردا جودی سبحان. تو میمیری و احسانت نمیرد، و تنگی های محشر دست گیرد. بکن آن فکر تنگی در کشادی، غمی دین خور بجای عیش و شادی. حضرت میگوید بکن آن فکر تنگی در کشادی، غمی دین خور بجای عیش و شادی. این پول را که تو امروز در عرق نوشی صرف میکنی، این پول را که تو امروز در کازینو ساختن صرف میکنی، این پول را که تو امروز در قمارخانه صرف میکنی، برای لذت دنیات اینها را استفاده بردی، حضرت میگوید چه حسرت ها بالای تو در روز قیامت می آید. تو میگوید فکر آن تنگی را، فکر آن روزهای قیامت در همین دنیا کن. برای آن روزهای تنگی که در قبر در روز قیامت است، آنها را شاد بگردان، وسع بگردان به واسطه آن مال و ملکی که پروردگار برای تو داده است. نفقه کردن معنای ای را داشته است که خداوند باز مال ما را زیاد میکرده است، مال ما را کم نمیکرده است. و یقین دان که این پنجم صفت مؤمن است، زیرا در دوامش پروردگار اولئک هم المؤمنون حقا. انا کسی اگر همین پنج صفت داشته باشد وی مؤمن حقانی هست. من در اطراف این نفقه با همین کفایت میکنم، فقط همین در آخر میگویم. صوفی علیار صحبتش از سخنش از ملال نشود کسانی که اگر ممسک و بخیل باشند. این سخن من نیست. نمیمانی در این دنیا 90 سال. مراجعت با آدمای دولتدار و آدمای بخیل و ممسک است. نمیمانی در این دنیا 90 سال مگر هستی برای غیر حمال. انسان میگوید این دنیا دنیای 90 ساله نیست. اگر 90 ساله هم باشد برای همه نیست. تو نمیمانی در این دنیا 90 سال حیات نداری. نه نوشی جان کنی نه پوششی تن، گذاری مال را بر شوهری زن. نه نوشی جان میکنی، هست انسانی که بیچاره نه در بدنش بپوشه، نه کودکش سیر میکند، نه خانهش آباد میکند، نه همسایش یاردم میکند. نه نوشی جان کنی نه پوششی تن، گذاری مال را بر شوهری زن. بشوی زن بماند مخزنی تو، به جان خود عجایب دشمنی تو.
تو میگوید چرا اینقدر در جان خود دشمنی؟ چرا بدن خود نمیپشانی؟ چرا تو در دنیا مال و ملک در راه خدا صرف نمیکنی که تا که در قیامت برای تو این مال و ملک دوست شود، تا که در روز قیامت اینها برای تو دستگیر شوند، راحت قبر شود، راحت روز قیامت شود. به شوی زن بماند مخزنی تو، به جان خود عجایب دشمنی تو. تو را گفتم ز شفقت نکته سخت، که زیر سر نمانی کاله و رخت. حضرت میگوید این نکته سخته که من گفتم که مال تو از شوی زنت میشود، این در ملال نشو که من از روی مهربانی گفتم. من اینا در تجربه های حیات دیدم که بسیاری مالدارها از دنیا گذشتند. گفتی حضرت سعدی که کسی جمع کرد و گوشه بنهاد، خودش مرد و زنش با دیگری داد. این تنها جنونی نگفته است، بلکه این سخنها را باز مستحکم میکند سعدی هم جامی هم همه عزیزان ما و شما ما را بیدار میخواهند کنند. بکن صرف خدا مال خدا را، جنونی در دوامش میگوید بکن صرف خدا مال خدا را، بیجو تا زنده باشی کبریا را. حضرت میگوید این مال خداست، خدا به تو داده است، در راه خدا صرفش کن. تا زمانی که زنده و حیات هستی فقط راه پروردگار تا جستجو کن. به خدمت باش آید رزق رزاق، به خدمت باش آید رزق رزاق. وفا کن دائما در عهد میثاق، شکستی نان مشکن عهد بسته، مزن در جان خود شمشیر دو دسته. حضرت گفتن در جان خودت اینقدر جبر نکن، چگونه که یک آدم خودکشی میکنه مثل همون خودکشی نکن. مال خدا را در راه خدا صرف کن، هم در دنیا آبروت بلند می شود، هم در قیامت برای تو این مال و ملک راحت می شود. و این یک نشانه مؤمنی هم انا همین است. این گویم مفصلا هم گویم خطا نمی کنیم، در باب 5 صفت مؤمن بود که ما در 4 جمعه الحمدلله که این انجام دادیم. لیکن برادران عزیز، مؤمن باز نشانه ها دارد، با این 5 صفت مؤمنی انجام نمی یابد. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم برای تمام مؤمن ها می گوید. چی می گوید؟ اذا سرتک حسناتک و ساعتک سیئاتک فانت مؤمن. اگر تو را نیکیهات خرسند کند، گناهایت غمگینت گرداند، اینم نشانه ایمانداری است. اگر امروز تو خیر احسان کنی و خرسند شوی که الحمدلله که پول من در راه خیر صرف شد، این قدر خیر احسان کردم، خرسند شوی، این نشانه ایمانداری است. اگر امروز برای آن که 5 صفت مؤمن در تو نیز غمگین باشی، اگر تو امروز خصلت‌های خوب نداری، عرق نوشی، زناکاری، دزدی، اگر اینها در تو باشد با اینها تو غمگین باشی که چرا این خصلت‌های بد در من یار است، این در غمگینی تو هم نشانه مؤمنی است. میگوید لا یزنی زان حین یزنی و هو مؤمن، ولا یسرق سارق حین یسرق و هو مؤمن، و یشرب الخمر حین یشربها و هو مؤمن. حبیب خدا میگوید آیا انسان زنا میکند زمان در زنا مبتلا است؟ شخصی که خواهر ما را به آب رو میکند، شخصی که خواهرای ما را شرمنده میکند، شخصانی که خواهرای ما را زندگی حلال شانده گویم رخنه میزند، آیا ویها مؤمنند؟ مؤمن نیست. گفت کسانی که امروز عرق می نوشند، حالان که عرق در جسم اونها، در معرفت اونها، در حیات اونها، در اقتصاد اونها ضرر دارد، آیا این نشانه مؤمنی است؟ نه. گفت پیغمبر شخص دزدی میکند، خانه ما و شما را تله و تاراج میکند،
فرزندای ما و شما را قتل میکند، مال و ملکی ما را میگیرد، این گفت مؤمن است؟ گفت نه، اینم مؤمن نیست. خب در دوامش پیغمبر خدا باز چی میگوید؟ لیس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولا الفاحش والبذیه. مؤمن نیست کسی که طعنه کننده باشد، مؤمن نیست کسی که عیبجو باشد، مؤمن نیست کسی که لعنت گوینده باشد، مؤمن نیست کسی که زبانی دشنام کننده و زبانی درشت و زبانی دروغ داشته باشد. حبیب خدا گفت اینم مؤمن نیست. قیل لرسول الله صلی الله علیه و سلم ایکون المؤمن بخیلا؟ قال نعم. فقیل له ایکون المؤمن جبانا؟ قال نعم. فقیل لرسول الله صلی الله علیه و سلم ایکون المؤمن کذابا؟ قال لا. حبیب خدا را پرسیدند آیا مسلمان ترسانچک می شود؟ گفتن نعم. بله. گفتن مسلمان ترسانچک می شود. گفتن مسلمان بخیل می شود؟ گفت بله، مسلمان بخیل هم می شود. این دو صفت خیلی ناخوب است. بخیلی و ترسانچکی هم بسیار صفت های پست است، لیکن گفت در جسم آدم مؤمن جمع می شود. سوم سوال رسول اکرم کردند ایکون المؤمن کذابا؟ آیا مسلمان گفت دروغگو می شود؟ آیا مسلمان دشنام دهنده می شود؟ آیا مسلمان زبانی گویم فحش، زبانی به حیایی دارد؟ حبیب خدا گفتن لا. گفتن این ایمان ندارد. شخص دروغگو باشد، شخص تهمت کننده باشد، شخصی که زبانش حیا نداشته باشد، این حبیب خدا گفتن مؤمن این صفت داران نیست. گفتن ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا و کنوا عباد الله اخوانا. حبیب خدا میگوید ای مسلمان ها، شما را مراجعت دارد، حسد با یکدیگر نبرید. این نشانه مؤمنی نیست که تو بخیل باشی. یک برادرت خانه خوب کرد، تو میبینی چشمهات از سرت برآمد. یک برادرت صاحب ماشینی نو شد، چشمهات از سرت برآمد. یک برادر مسلمانت گویم که داملا شد، تو الک حسد میبری، حسد میبری. حبیب خدا میگه ولا تحاسدوا، حسد نبر، حسد نبر. دشمنی برادر مسلمانت نشو. ولا تناجشو، مقصد از تناجشوش هم برای سوداگرها تعلق دارد که وقتی از بار یک آدم میخری، وایش از اونجا صدا میکرد پیش من بیا، باری وای ویران است، باری من خوب است. حبیب خدا گفتن در سودای یکدیگرم این گونه معامله نکن، این نشانه ایمانداری نیست. ولا تباغضوا، با یکدیگر تان کینه و عداوت نگیرید. امروز ملا در ملاش کینه دارد، حکومتدارش در حکومتدارش کینه دارد، سوداگرش در سوداگرش کینه دارد، طلبندش به طلبندش بخیل است. همه گروه ها با یکدیگر بخیلند، همه با یکدیگر کینه و بغض و عداوت دارند. ولا تدابروا، با یکدیگر تان قهری نکنید، با یکدیگر تان پشت نگردانید. کونوا عباد الله اخوانا. حبیب خدا گفت در زیر انمین شعار جمع شوید ای مسلمان ها، کونوا عباد الله اخوانا، همه بنده خدا شوید، با یکدیگر برادر باشید. انما المؤمنون اخوتون. الله در سوره حجرات چی میگه؟ مؤمن ها باید با یکدیگر برادر باشند. این برادر دینی باید از برادر نسبی و دوستی باید بالاتر باشد. این برادر دینی از همه باید مستحکمی باشد. چی شد امروز ما و شما اینقدر با یکدیگر حسد داریم؟ چی شد امروز با یکدیگر اینقدر بخیلیم؟ چرا امروز ما و شما نمیخواهیم که بهبودی در همسایه ما پیدا شود؟ چرا نمیخواهیم بهبودی در جمهوری ما پیدا شود؟ اینقدر ما و شما بخیل هستیم. و شما نمیدانید که بخیلی شما این یک گرگی هست که حسنات شما را میخورد، نابود میکند.
دورای رسول اکرم یک قصه برای شما میارم، شاید که بعضی از همون حسدخورها و کینه‌دارا و بخیلها از این قصه عبرت گیرند. یک آدم خیلی فقیر بود، خیلی فقیر بود. یک روزه خوراک هم در خانه‌اش نبود. یک آدمی گویم کمی باز احوالش بهتر، یک بوز را در خانه‌اش ذبح کرد و کله همین بوز در خانه همین آدم فقیر آورده داد. گفت اینا با همراهی اهل عیالت بخور. امروز کله و پاچه در ما و شما قدر ندارد به خاطر که ما و شما امروز سیر شدیم. اگر نباشد، شرایطات تنگ باشد، برای ما و شما همان روده های بوز قیمت دارد. کله بوز این آدم فقیر گرفت و همراه عیالش و کودکاش خرسند شدن که امروز در خانه ما چی میخوریم؟ کله و پاچه میخوریم. این آدم مسلمان کمی تفکر کرد و گفت همین همسایه پهلوم از من دیده احتیاجمندتر است. این کله بوز در یک ظرف تاخت و به خانه همسایه روان کرد. زمانی که از همسایه دیده خود همین بیچاره میگن محتاجتر بود، لیکن فقط غم برادر مؤمن، فقط اتفاقی، اتحادی، یک دیگر فهمی، همبستگی این آدم مسلمان نگذاشت که تنها کله بوز استفاده برد. وقتی خانه همسایه بردن، اون همسایه هم غمخوار برادر مسلمان کم ایستاد، گفت همسایه بالاگی از من محتاجتر است. میگوید همین کله بوز 7 خانه را دور زد، عاقبت آمد در خانه اول جای گرفت. 7 خانه را پای در پای گشت، همه اونا به خلاصه آمدن که همین نفر اولی که این کله بوز خیر کرده بود خودش از همه ما دیدم محتاجتر است، آورده در خاندان او دادن. امروز ما اگر گاو در خانه کشیم، همسایه ما از گاو ما برخوردار نمی شود. 4 روز از مملکت‌های غرب برای ما و شما یاردم روان کردن، هر روز دزدی بود، هر روز وکیل‌ها را از محله ها می گرفتند، هر روز حق همین یتیم‌ها را می خوردند. کجاست ایمانداری ما؟ کجاست اسلامداری ما؟ یک جا ده 4 ملا اگر یک جایه شود، در حال غیبت یک ملای دیگر سر می شود. 4 جا ده اگر یک شخصیت های غیر ملاش جمع شود، غیبت یک برادر دیگر سر می شود. آیا نشانه مؤمنی است؟ معروف کرخی رحمت الله علیه میگوید زمستان بود، در دستش همون یک پوستینو تا یک گویم کرته تنوک، هوای سرد خنک خورده ایستاده است. در دستش گویم یک پوستین پشمی. یک فقیر آمد پرسید ای معروفی کرخی، پوستین در بدن نمی پوشی؟ سرد از خنکی از بدن تو لرزش دارد. گفت ای برادر اسلامی، گفت می بینم که امروز فقیرهای زیاد زیر یک کرته دور می گردند، شرایطی ندارم که برای اونها پوستین خرم. فقط غمخواری ما با این حاصل کرده می توانم که همین پوستین ما بدر کنم، مثل برادرهایم در لرزه باشم. همان خنکی را که اونا حس میکنن من هم همون حس کنم. چگونه بین درد یک، یعنی درد ببینین. رسول اکرم میگوید که المؤمنین کالرجل واحد، همه مسلمان ها مثل یک مرد واحدند. این اشتکا رأسه، هر وقتایی که اگر سر او درد کند